درآمدهای ما از لحاظ مالی کم شده، برای خصوص اینکه قدرت خرید نفت ما خیلی کم شده تا 35%. ایران خیلی بیش از اون اندازه‌ای که در واقع می شود از او انتظار داشت به کمک دیگر ممالک جهان رفته. البته ادامه این کار برای ما دیگه ممکن نیست به اون مقدار و به اون اندازه، ولی روحیه ما همون است. من هیچ مانعی نمی‌بینم در کارهای ما، اونم در این عصر رستاخیز، مگر کمبود احیانا بودجه، چه از لحاظ درآمد نفتی و چه مخارج زیادی که ما انجام میدهیم. دو مطلب باید مورد توجه باشه. یکی ازدیاد درآمدهای ما یا از قسمت‌های نفت یا وصول مالیات صحیح و تشویق همه به تولید بیشتر. یکی صرفه‌جویی لازم که در هر امری که ممکن هست صرفه‌جویی بکنیم.